آخرین باری که یک داستان طرز فکرت نسبت به زندگی تغییر داد چی وقت بود؟ شاید یک رمان بوده باشه، شاید یک فیلم، یا هم شاید قصه که سالها پیش مادر کلانت برای تو تعریف کرده بود، یا شاید فقط یک جمله که هنوز بعد از سالها یادت نرفته. اما چرا بعضی داستانها تمام میشه اما هیچ وقت به طور کامل از زندگی ما نمیرن؟ داستانها فقط برای سرگرمی ساخته نشده. اگر یک کمی به اطراف خود نگاه کنیم متوجه میشیم که تقریبا همه موجودات با هم ارتباط برقرار میکنن. پرنده ها با صدا، زنبورها با حرکات رقص مانند، گرگ ها با نشانه ها. اما انسان کار متفاوت انجام داد. انسان قصه و داستان ساخت. داستان هایی که باعث شدن میلیون ها انسان که هیچ وقت همدیگر را ندیدن به هم اعتماد کنن، با هم زندگی کنن و با هم چیزی بزرگتر از خودشان بسازن. شاید تمدن قبل از آن که با سنگ و خیش ساخته شود با داستان ها ساخته شده باشه. فرض بری کو که کسی به تو معلومات بده که دیوار بزرگ چین بیش از 20,000 کیلومتر طول داره. احتمال داره چند روز بعد این عدد را کاملا فراموش کنی. اما حالا فرض کو همه آدم داستان مردی را تعریف میکنه که سالها با تحمل مشکلات زیاد، کار شاقی شب و روز روی ساختن این دیوار کار کرده و درست موقعی که کار اعماری پروژه بزرگ به 20,000 کیلومتری و یا پایانش رسیده، او با سنگی که روی شانه هایش حمل میکرد از یکی از برج ها سقوط کرد و پایان این پروژه را نتانست ببینه. ناگهان در اینجا همه چیز فرق میکنه. چرا؟ چون مغز ما فقط اطلاعات خشک و بدون احساس را آنچون که باید ثبت کنه نمیکنه، اما از جانب دیگه داستان احساس ما را درگیر میکنه، تخیل ما را بیدار میکنه و ما را برای چند دقیقه در زندگی شخص دیگر قرار میده. به همین دلیل است که خیلی وقتها ارقام، اعداد و آمار را که بدون برانگیختن احساسات باشه و یا به اصطلاح در قالب قصه و داستان بیان نشوه با آسانی فراموش میکنیم. اما داستانها سالها همراه ما میمانند. گاهی یک داستان فقط زندگی یک نفر را تغییر نمیده، بلکه نگاه یک جامعه را دیگرگون میکنه. در سال 1852 یک خانم به نام هریت بیچر استو رمان نوشت به نام کلبه عموتام. این کتاب تنها یک داستان نبود، روایتی بود که میلیون ها نفر را وادار کرد رنج برده ها را با چشم دل ببینن و احساس کنن. میگن چند سال بعد وقتی ابراهیم لینکن در جریان جنگ های داخلی امریکا نویسنده ای کتاب را دید، با لبخند گفت پس شما همان بانوی هستید که این جنگ بزرگ را آغاز کرد. شاید این جمله کاملا تاریخی نباشه، اما یک حقیقت را نشان میده. گاهی یک داستان میتونه گفتگوی یک ملت را تغییر بده و کلبه عموتام یگانه نمونه ای دانه بود. از قلعه حیوانات جورج آرویل تا شاهنامه فردوسی، داستانها قرنهاست و طرز فکر انسانها اثرگذار بوده. اما شاید قدرتمندترین داستان آنهایی نباشند که در کتاب ها نوشته شده. شاید قدرتمندترین داستان همان باشه که هر روز درباره خود برای خود تعریف میکنیم. ای که من چی کسی هستم، از چی چیزی میترسم، چی چیزی برای ممکن است، آیا میتونم تغییر کنم؟
پاسخ این سوال ها فقط عقیده های ما نیستند. آنها داستان زندگی ما هستند. و خیلی وقتها بدونی که متوجه باشیم همین داستان ها تصمیم های ما را می سازند. روابط ما را شکل میتن و آینده ما را رقم میزنن. اما اگر داستان زندگی ما فقط یک بار نوشته میشد، هیچ انسانی تغییر نمیکرد. واقعیتی است که زندگی شبیه یک کتاب نیست که فقط یک پایان داشته باشه. بیشتر شبیه کتابی است که هر روز صفحه تازه‌ای به او اضافه میشه. گاهی فصل را خود ما نوشته میکنیم و گاهی زندگی آن فصل را برای ما می نویسه. اما تقریبا همیشه این فرصت را داریم که تصمیم بگیریم فصل بعدی درباره چی باشه. شاید قدرت واقعی داستان ها هم همی باشه. آنها به ما یاد آوری میکنن که هیچ فصل سختی آخرین فصل نیست. اما اگر همه ما داستان‌های متفاوتی از زندگی می‌سازیم، چرا گاهی از یک اتفاق دو روایت کاملا متفاوت به وجود می‌آید؟ شاید راز واقعی داستان‌ها این نباشد که ما را سرگرم می‌کنند. شاید قدرت واقعی آنها دهی باشه که به ما یاد میده دنیا را از چشم انسان‌های دیگه هم ببینیم. و شاید به همین دلیل است که یک کتاب میتواند زندگی دو نفره به دو شکل کاملا متفاوت تغییر بده. چون ما فقط در یک دنیا زندگی نمی کنیم. ما در داستان‌های زندگی می کنیم که درباره او دنیای برای خود می سازیم. و شاید همین مهمترین دلیل باشه که هیچ دو انسانی دنیا را کاملا یکسان نمی بینن. اما اگر همه ما با یک دنیا نگاه میکنیم، چرا از آن داستان‌های کاملا متفاوت می‌سازیم؟